به نام خدا. سلام، بنده امیر صفوی هستم با آموزش ساخت ریتم 6 و 8 در FL استودیو در خدمتتون هستم. بریم برای آموزش. خب بنده FL استودیو 11 رو سیستم نصب کردم، میریم اجراش میکنیم. بعد از اینکه اجرا شد باید 6 و 8 رو به FL تعریف بکنیم. میایم آپشنز رو میزنیم، گزینه پروژکت چنل ستینگ رو میزنیم. اول باید بار و بیتش مشخص کنیم. ما برای ریتم 6 و 8 باید از 3/4 استفاده کنیم. اینجا حالت پیش‌فرضش رو 4/4. ما اینو باید بذاریم 4/3، یعنی همون 3/4. 3/4 رو انتخاب میکنیم، میریم بیرون. خب ببینید برای هر ساخت رید باید پترنا مشخص باشه. اول اینکه ما خودش پیش‌فرض رو حالت پترن 1. خب ما میایم کیک رو اجرا میکنیم. ببینید اول هر بیت ها رو رنگش رو روشن میکنیم، به این روش اجرا میکنیم. ببینید این کیک ما هست. خب میریم رو پلیلیستمون اجرا میکنیم. میایم کلیک چپ میکنیم، اینجا پترن 1 رو انتخاب میکنیم، شروع میکنیم اینجوری میذاریم تا یه جایی که حالا پروژمون تا کجا باشه تا اونجا میذاریم. برمیگردیم اول. خب دوباره میریم پیانو رول رو اجرا میکنیم. میریم برای اسنیرش یا کلپش یا های هتش مثبت رو میزنیم، پترن 2 رو انتخاب میکنیم. خب میخوایم که اسنیرش رو بزنیم. ببینید یه باره رد میکنم، یه دونه میذارم، یه دونه باره رد میکنم، یه دونه میذارم. حالا ببینید. خب اینو میریم رو پلیلیستمون اجرا کنیم. دوباره ترک 2 میذاریم، کلیک چپ میریم تا اونجایی که پروژمون ادامه داره. خب من تا اینجا گذاشتم. حالا یه بار اجرا کنیم اینو. خب بریم برای های هتس. دوباره میریم پیانو رول رو اجرا میکنیم، مثبت رو میزنیم. اسم حالا میتونید اسم بذارید، مشکل نداره، من اسم نمیذارم، میشه پترن 3. حالا های هتش رو میزنیم. برای اینکه پیش‌فرض بتونم های هت رو بذارم اول کیک میذارم یه دونه که بتونم با اون اجرا کنم. ببینید حالا های هت رو گوش کنید. ببینید. خب حالا میام این کیکا رو حذف میکنم با راست کلیک. این شد های هتش. فقط استوب میکنم، میام رو تراک 3 اینو پیاده میکنم. خب یه بار گوش کنین. خب میریم برای کلپش. دوباره پیانو رو پترن رو انتخاب میکنیم، پترن 4. میریم کلپ شد. ما اسنه رو گذاشتیم رو حالت بیت های 2 و 4، درسته؟ اینو میذاریم 1 و 3 کلپ. ببینید 1 و 3 به این روش. من یه خورده صداش کم میکنم. ببین از این بغل کلپ که ولوماشو میتونید صداش کم کنید. خب میرم رو پیانو رول اینو پیاده کنم. دوباره کلیک چپ اینجوری میرم تا آخر. میرم یه بار اجرا کنم. چرا ما اینا رو لایه لایه میذاریم، یعنی به روش اینکه جدا جدا میذاریم؟ به خاطر اینکه تو میکس و مسترینگ بتونیم اینا رو جدا جدا مستر و میکس کنیم. خب میریم اول میریم پیانو رول. حالا برای این من میخوام چیکار کنم؟ یه دونه لوپ بیارم بذارم اینجا که بتونم چیز کنم، خوشگل‌تر بشه ریتممون. خب دوستان من یه سری لوپ از اینترنت دانلود کردم مثل اینا. ببینید یکیشو انتخاب میکنید،
من این تونبا رو انتخاب کردم. ببینید میرم روی فیل، میام میذارم توی یکی از ترک‌ها. اینو که گذاشتم یه دوبل کلیک میکنم، اینجا وا میشه. ببینید یه گزینه اینجا داره تایم، رو تایم راست کلیک میکنیم، خب تو اوتو رو انتخاب میکنیم، مشخص میکنیم که تمپومون رو چنده، 75 تا 150 میزنم، خودش تنظیم شد. ببینید رو بیت اجرا شد. حالا اینو میارم رو بقیه هم اجرا میکنم، یعنی میکشم تا انتها. ببینید یه بار اجرا کنیم. یه خورده صدای لوپمون زیاده، کمش میکنیم، دوبل کلیک میکنم رو پیانو رول میارم اینجاست. ببینید صداش کم میکنم، پلی میکنم، زیادش میکنم. میبینید چه قشنگ شد. حالا میرم یکی دیگه از این لوپا میارم، ببینید چجوری میشه. مثلا اینو میبریم، اینم میذارم همون پایینه. دوباره دوبل کلیک رو تایم میام، اوتو رو انتخاب میکنم 70 تا 150. حالا همینو اجرا میکنم تا پایین، پلی میکنیم. خب میریم اینو خاموش کنیم، ترک 5 ببینیم با اون یکی لوپمون چجوری میشه. خب صداش یه خورده زیاد، میریم رو پیانو رول، صداش یکم کم میکنیم. ببینیم چه قشنگ میشه. حالا اینم کنیم، میام این یکی رو صداش کم میکنم. خب دوستان، تمام ریتم سازی به این روشه. ما تو کلیپ های بعدی ساخت آکورد و یعنی کلیپ به کلیپ میریم جلو، برای آکوردش، برای میکس و مسترش، برای خروجیاش، برای تمام یه پروژه رو انجام میدیم که شما دوستان بتونید این رو ببینید و ازش استفاده بکنید. بنده امیر صفوی هستم. خیلی خوشحال میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید تا بتونید اولین آپلود فیلم هامون رو ببینید.